بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارکه فاطر آیه 19 الی آیه 30، صفحه 437. الله متعال در این آیات مبارکه بیان میکنه که مسلمان و کافر با هم برابر شده نمیتونه، مثل که بینا و نابینا، تاریکی و نور و سایه و باد و گرمی، مرده و زنده با هم برابر شده نمیتونه. به این شکل انسانی که مؤمن هست، ایمان داره، و کسی که کافر هست، اینا با هم در پاداش و اینا با هم برابر شده نمیتونن. همچنان الله متعال ویژگی های رسول الله صلی الله علیه و سلم را بیان میکنه، نشانه های قدرتش را برای انسان ها بیان میکنه. الله متعال می فرماید و ما یستوی الاعمی والبصیر، نیست برابر اعما انسان نابینا و البصیر و انسان بینا. این همونطور کسی که ایمان داره و کسی که ایمان نداره برابر نیستن. ولا الظلمات ولا النور، نه تاریکی ها و نه روشنایی با هم برابر شده نمیتونه. ولا الظل ولا الحرور، نه سایه و نه باد که دو گرمی وجود داره با هم برابر شده نمیتونه. و ما یستوی الاحیاء، نیز برابر زنده ها، ولا الاموات، نه مرده ها با هم برابر شده نمیتونن. ان الله راینا، الله متعال یسمع من یشاء، شنوانده کسی است که بخواه الله او را بشنوانه. و ما انت، نیست تو ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم، بمسمع من فی القبور، شنونده او کسی که او در قبرها هستند. تو را شنونده نمیتونید. هدف الله کفار هست که کفار مثل مرده ها هستند، حق را اونا نمیشنوند. ان انت الا نذیر، نیستی تو ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم مگر ترساننده. پیغمبر صلی الله علیه و سلم به این حدیث بود که همگی ایمان بیارند، همگی از نعمتهای الله در بهشت مستفید شوند. الله گفت وظیفه تو فقط پیام رساندن هست، باقی هدایت را بگذار به الله. انا ارسلناک بالحق، علاینا فرستاد ما تو را پیغمبر صلی الله علیه و سلم به حق، بشیرا و نذیرا، مژده دهنده برای مؤمنان، ترساننده برای کفار که اونا را از عذاب بترسانیم. کسان را که اونا ایمان ندارند، اونا را متوجه به مسئولیت هایشان بکنید. و این من امت، نبود هیچ امت الا خلا فیها نذیر، که خلای دو بوده باشه مگر ترساننده را ما روان کردیم از طرف الله متعال، بیم دهنده برایشان در هر اقوام هر زمان آمده که اونا را بترسانند. و این یکذبوک، اگر تکذیب میکنند ترا مشرکین مکه، فقط کذب الذین، ایجا دلجویی و تسلی به پیغمبر صلی الله علیه و سلم الله متعال میده. اگر ترا تکذیب میکنند مشرکین مکه، فقط به تحقیق کذب الذین، تکذیب کردن آنان را من قبلهم، قبل از ایشان، یعنی پیغمبرانی که آمد. الله میگه جاءتهم، آمد برشان به امتها، رسلهم، پیغمبرانشان، بالبینات، با معجزه های آشکار، و بالزبر، و بالزبر یعنی صحف، صحیفه هایی که الله روان کرده بود، و بالکتاب المنیر، و به کتاب روشنی که الله فرستاد. امتها پیغمبرانشان را تکذیب کردند، الله عذابشان را ذکر میکنه. ثم اخذت الذین کفروا، باز گرفتیم ما آنان را که کفر ورزیدند، به عذاب کفار دچار کردیم.
فکیف کان نکیر، چگونه بود عذاب ما که اونا را فرا گرفت. آن نشانه های قدرتش را الله برای انسان ها بیان میکنه. علم تر، آیا نمی بینی ان الله کرین، الله متعال انزل، نازل کرده من السماء، از آسمان، یعنی الله نازل میکنه از آسمان، ما ان آب را، فاخرجنا به، پس بیرون میکنه توسط می آب پروردگار متعال ثمرات، میوه هایی که مختلفا الوانها، مختلف از رنگ های آن، ویتامین هایی که در وجود داره. هر میوه یک کیفیت خاص داره، رنگ خاص داره، بوی خاص داره. الله ایره از آب که در زمین خشک میرسه ایره به وجود میاره برای انسان ها. وقت انسان در نعمت ها، در میوه ها تفکر میکنه که پروردگار چی زیبایی، چی طعم خوب دیخ پیدا کرده، این همه دلالت به عظمت الله میکنه. آن الله عظمت کوه ها را بیان میکنه که کوه ها با رنگ های مختلف خلق شده. و من الجبال، از کوه ها، جدد بید، اتر کوه هایی که رنگ سیاتر داره، و حمر و سرخ رنگ هست، مختلف الوانها، و همچنان اتر کوه هایی که بید سفید است و حمر و سرخ است، مختلف الوانها، مختلف از رنگ های کوه ها، کوه سفید، کوه سرخ و اشکال مختلف، و غرابی و سود، و کوه های سیاتر که در اطراف و اجتماع ما و شما هست. اینا همه دلالت به قدرت پروردگار متعال میکنه که الله متعال کوه ها را سفید و سرخ و سیاه پیدا کرده و رنگ های دیگی. به این هم انسان که تفکر میکنه عظمت الله را درک میکنه. و در کوه ها چقدر الله برای انسان ها دانه های با ارزش و قیمتی را پیدا کرده که انسان او را به دست میاره. و من الناس، و از انسان ها، و دواب، و همچنان چارپایان، و الانعام، و چارپایان و مخلوقاتی که الله خلق کرده. دواب مخلوقات، انعام چارپایان، مختلف الوانه، که در این هم رنگ های مختلف هست. پروردگار متعال در مخلوقاتی که در اجتماع پیدا کرده، از انسان ها، از مخلوقات دیگی، از چارپایان، الله رنگ های مختلف برش داده. یک پرنده را انسان میبینه عجیب 20 قسم رنگ را الله در او به وجود آورده. اینا همه به عظمت الله دلالت میکنه. کذالک، همچنین الله متعال بخواه مخلوقات را به وجود میاره. انما یخشى الله، ارائنا میترس از الله متعال من عباده العلماء، اتر بنده هایی که اونا عالم هستند، علما هستند. علما تفکر میکنند در عظمت الله متعال و حق را پیدا میکنند. چقدر پروفیسورا در دنیا ایمان میارن و مسلمان میشن، حق را درک میکنن. هر قدر که دقیق میشن در نظام الله، به اون شکل عظمت الله را پیدا میکنن که بدون خالق اینا به وجود نمیاد. ان الله راینا، الله متعال عزیز الغالب، غفور مغفرت کننده هست. حال کسی که توبه بکنه الله او را میبخشد. آن پروردگار متعال یک نوع تجارت را بر انسان نشان میده که او این هست که انسانی که کتاب الله را بخوانه، نماز را ادا بکنه، در راه الله خرج بکنه، اینطور یک تجارت که هرگز هلاک شدنی نیست، الله برش نصیب میکنه که معامله الله با بنده هست. الا الذين یقینا آنان که یتلون میخوانند کتاب الله، قرآن کریم را، کتاب الله را بیشتر قرائت میکنه با مفهوم و معنا و تفکر در آیات پروردگار، و اقام الصلاة، و همیشه پابند به نماز از با شرایط و ارکان دقیق نماز را میخوانه. و انفقوا، و خرج میکنه مما رزقناهم، از آن چی که ما روزی دادیم برش، سرا و علانیه، پنهان و آشکارا در راه الله خرج میکنه. یرجون، امی انسان ها الله میگه امید دارند تجارت لن تبور، اینطور تجارتی که زوال شدنی نیستند، تجارتی که دائم پاداشش میمانه که الله بر انسان بهشت را نصیب میکنه.
لیوفیهم تا پوره بدهیم ما ایشان را اجورهم پاداششان را و یزیدهم بالفضل و بیشتر از فضل خود برش بدهیم. که شیخ ولی اولای دهلوی صاحب میگه مرادش رضایت و دیدار الله هسته که پروردگار و متعال برای بنده های نیکش وقت بهشت را میته برشان خطاب میکنه که آیا نعمت دیگی هم از برتان بتم. بنده ها میگه الله همه نعمت ها را بر ما دادی. باز الله رضایت شب انسان ها نصیب میکنه. باز خطاب میکنه که آیا نعمت دیگی برتان هست که بتم. بنده ها میگه الله دادی همه را. باز الله دیدارش بر انسان ها نصیب میکنه مؤمنا در بهشت که الله میگه و یزیدهم من فضله زیاد میدیم ما از فضل خود برای انسان های که اینمی ویژگی ها را داشته باشند. انه ارائنا الله متعال غفور مغفرت کننده شکور سپاسگزار هست از بنده هایی که الله را عبادت میکنند. آیات مبارکه این را بر انسان ها بیان میکنه که به نشانه های قدرت الله انسان تفکر بکنه به عظمت پروردگار و پابند به تلاوت قرآن، نماز، انفاق فی سبیل الله بوده باشه تا الله از بنده راضی شود. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.